سلام به همه شما رفقای خوب و با مرام خودم. آقا دوستی از بنده پرسید که موشکاف. گفتم جان موشکاف. گفت این که هر شب میگی خامنه تو بنبسته یعنی چی؟ عرض کردم موشکاف امشب رو نگاه کن تا بگم. بله امشب میخوایم از خلال حرفای خرچنگ نظام تو جمعه بازار بنبست نظام رو معنی کنی. بله مبارزه فرهنگی هم یعنی در عرصه فرهنگی از درون یک ملت رو پوک بی محتوا و بی وفا بکنن. این ته قصه است. این عرصه فرهنگی به خصوص در فضای مجازی قوقا داره میکنه، در سایت ها، در شبکه های بیگانه، در رسانه های دیداری، شنیداری، در رسانه های مکتوب، در عرصه سینما، در عرصه کتاب. سلاح در جنگ نرم ایناست. ملت؟ کدوم ملت؟ 37 سال زور زدید تا ملت رو نابود کنید اما نتونستید. اگه هم طبق معمول منظورت از ملت نظام به گل نشسته است، اون کارش از پوکی گذشته به مرحله گوری رسیده. جای این روزه ها به بسیجی های وارفته بگو در برابر این همه قوقای رسانه‌ای و سایت های بیگانه چه غلطی کردید؟ مقام معظم رهبری سال 70 فرمودن تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی. منتها ماها اون که برای ما ملموسه مسئله بی‌حجابی، بدحجابی و بدحجابی که شیب بی‌حجابی رو داره. مصوبه سال 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی، 26 دستگاه باید بیان پا کار. بیش از 310 ماده برای 26 دستگاه وظیفه تعیین کردن. حالا نمیخوام تاریخچه بگم چی شد. نتیجه عربده کشی های عظما تو دهه 70 و بعدم به کوب 26 دستگاه سرکوب با 310 ماده این شد که بی‌حجابی و بدحجابی ملموستر بشه. خاک بر سر تو ولی فقیه، تاریخچش رو هم خودت نمیتونی بگی. برو به بسیجی های ریزشی بگو تا تو یک کلمه خلاصش کنن: زرشک. مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی لکن در این عرصه مهربانانه، قانون مدارانه، فقط ضابطان قضایی نیروی انتظامی دارن وارد میشن. ما گفتیم قانونی برخورد بشه، مهربانانه برخورد بشه و همینجا به صراحت میگیم هر حرکت غیر قانونی مطلقا محکومه. چه بوی زهری از دهن این خرچنگ بیرون میزنه. یکی نیست بگه چی شده که بعد اون همه سال گشت و حمله و زندان یه باره آبل مرغون برخورد قانونی گرفتید. بعد کار به جایی رسیده که شیخ فری هم از لج دل واپسا بند و آب داد و گفت اون کار نتیجه ای نداشت. بله ته خط عظمای زر خورده به سرکوب مهربانانه رسیده. حالا سرکوب مهربانانه یعنی چی؟ دشمن به دنبال نهادینه شدن فساد و خلاف در جامعه اسلامی است و برخی در داخل کشور به دنبال این هستند که قبح آن در جامعه آرام آرام برداشته شود. این دسته بدانند که خداوند حرام را شفا قرار نداده است. امروز برخی وزرا، وکلا و سایرین کار خود را به درستی انجام نمی دهند و باید توجه کنند که حوصله حزب الله محدود است.
بفرمایید. اینم موشکافی کلمه بنبست. اصلا سرکوب مهربانانه خودش یعنی بنبست، یعنی آخر خط. حالا حرفای امام جمعه نمره موقت کرج رو بذارید کنار ناله های خرچنگ نظام. یکی از برخورد مهربانانه دم میزنه، اون یکی از حوصله محدود تیغ کشای عظما. خب این بنبست دیگه، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. آقا تا یه شب دیگه و یه موشکافی دیگه، خداحافظ شما.